همیشه بخند و سر و ببر از دلا. دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا. با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا. از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا. هر پنجشنبه با ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. سلام به همه اونایی که در برابر رژیم غصه‌ساز و غمگستر ولایت فقیه میستن و با شور و نشاط و شادی در مسیر آزادی گام برمیدارن. با امید به اینکه بتونیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاریم، توجهتون رو به بخش اول پیک شادی این هفته جلب می‌کنیم. خدایا همه مریضا رو شفا بده. خدایا همه مریضا رو فشار بده. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای له و لورده‌ای که گوش سران سه قومش رو کشید و گفت به تمرگ سر جاتون، اینقدر جفتک به همدیگه نزنید. یک راهبرد بسیار مهم و اساسی همکاری مسئولان کشور در نیروهای سگانه است. به حمدالله همه اینجا حضور دارید، آحاد مردم هم که به حمدالله تشریف دارند و بعد هم در سرتاسر کشور این سخن را خواهند شنید. قوای سگانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، هم‌افزایی کنند. بعدم خبیثی اومد گفت عظما غلط کردیم، دیگه جفتک پرونی نمی کنیم. من به مقتدای بصیرت آفرینمون اطمینان میدم که تلاش ما در قوا و در همه بخش‌ها همکاری، هماهنگی، همدلی، همافزایی و تلاش برای گره‌گشایی از زندگی مردم خواهد بود. البته هم عظما میدونه و هم خبیثی که اینا همه فیلمه و دعوای جک و جونورها تو نظام ادامه داره. وقتی تو خود باند عظما چنین بزنیه دیگه تکلیف ریزشی‌ها روشنه. یکیشون که قبلا مدیر مسئول کیهان بوده تازه یادش افتاده که باید از عظما عبور کنه. نظام جمهوری اسلامی به نظر ما دیگه امروز نه جمهوری است و نه اسلامی و به نظر میرسه که راه حل مسئله در عبور از این شیوه حکمرانی است، در عبور از قانون اساسی موجود هست که نظام کنونی را به یک نظام استبدادی تمامیت‌خواه و سرکوبگر در واقع تبدیل کرده. ما گریزی از این نداریم که از این مدل حکمرانی عبور کنیم، از این نظام عبور کنیم. خلاصه که هر کی از راه میرسه یه لگدی، چکی، چیزی نثار عظما میکنه. آخوندا بعد از گذشت این همه مدت از شلیک به هواپیمای اوکراینی یه مهره دست چندمشون رو به چند سال حبس محکوم کردن. بعدم اینطوری قضیه رو ماسمالی میکنن. این کاربری که پشت این سامانه نشسته هدفش ایجاد امنیت بوده. این هدف رو که وقتی مشاهده میکنه موشک کروز میبینه، با هدف تأمین امنیت این اقدام انجام میده. در بعضی از همین رسانه ها و متخاصم بیان شده بود که اخیراً حالا مخصوصاً این اغتشاشات و اینها یک کسایی که اقدام علیه امنیت کردن مثلا یک نفر رو کشتن یا یک خیابونی رو بستن. چرا قیاس‌هایی بود که مطرح می‌شد؟ چرا
ببینید این فرد با هدف تأمین امنیت این اقدام انجام داده. حالا در اینکه این تشخیص رو به اشتباه داده و این مرتکب این خطا شده، بله باید مجازات بشه، ولی هدفش تأمین امنیت بوده. ولی اون کسی که رفت داخل خیابون هدفش برهم زدن امنیت بود. آخوندا قیام مردم ایران رو به همه چی وصل کرده بودن الا به اجنه که اون رو هم این مهره امنیتی خامنه‌ای وصل کرد. ما تو این فتنه‌های قبلی که خیلی موضوع برجسته نشد، بدون تعارف حضور و ظهور بروز اجنه شیطانی رو داریم تحلیل میکنیم. این خیلی موضوع مهمی است، توجه کنید. ما در تاریخ، در روایات، در قرآن داریم اجنه شیطانی یه وقتی مستقیم وارد حمله میشن. کجا؟ یه جا دیدیم، یادتون هست؟ دوره حضرت سلیمان. این هم جواب یک کوچولوی پرشور هموطن به خامنه‌ای و اجنه هاش. بسیجی‌ها به عظما گیر دادن که چرا این همه میخوریم جواب نمیدی. عظما هم این نقدی رو فرستاد جواب بده، اما طرف کله ملق میزنه. ولی یه قطره از خون این بچه‌ها که ما ریخته، اگر تمام سرگرانستان هم بکشیم وزنش با اینا مساوی نیست. یه قطره خون شهید سلیمانی، یک بند پوتینش هم ارزشمندتر از تمام سران غربه. لذا اینکه ما بریم مثلا کسی رو ترور کنیم، اتفاقی میفته در قبال این، ما موجودیت اونا رو هدف قرار دادیم. موجودیت ظلم و استکبار رو، و اینا رو به افولن و همه دارن میبینن که برنده نهایی و بزرگ این میدان انقلاب اسلامی است انشاءالله. الان وضع طوری شده که بسیجی‌ها و پاسدارا از صدای تیر هم میترسن، چه برسه به خودش. حالا بشنوید از این گاومیش مفتخور که طبق معمول کاسه کوزه ها رو سر مردم ایران میشکنه و از این اراجیف به هم میبافه. این اشکال بزرگ ما ایرانی هاست که ما هرچی سطح درآمدمون بالا بره، سطح زندگیمون رو 2 برابر بالاتر میبریم. به اشکال بزرگ ماست. عامل تمام گرفتاری های اقتصادی ما این اشکاله. آخوندا 40 ساله که اسباب غم و غصه مردم رو فراهم کردن، بعد این بشنگ و دوله اومده با لوده بازی چنین نسخه مسخره میپیچه. حالا اینه که تو میتونی تو آینه ببینی، بلو سونوگرافی، اندوسکوپی، رادیولوژی، ببین کبدت چقدر پیر شده، ببین کلیت چقدر پیر شده، ببین معدت چقدر پیر شده. اونا 70 سالشونه. یعنی این تو فشار، بله فشار اندوه روی جسم بمبارد انسان اسبا در میاره. چقدر در اسلام فشار اومده که نشاط داشته باشید، شاد باشید. نخید بخونم روایتشا. این آخوندتانگم هر چی برای عظما رشته پنبه شده و این آخر کاری به این جفنگیات رو آورده. تو کله بینندگان ما بره این عقل، این فکر با ولی خدا نباشد مکر میکنه، نیرنگ میکنه. خانم اگر از عقلش کنار ولی خدا استفاده نکنه به شوهرش کلک میزنه، بعد مرده هم به زنش کلک میزنه. این آخونده هم مریض شده، خودش اومده بیمارستان، اما یه عده دیگه میخوان از این شفا بگیرن. در پایان توجه شما رو به یک ماشین لباسشویی دانش بنیان جلب می‌کنیم که کارایی‌های بسیار زیادی هم داره.
بودو 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 نمونی ها. آلترناتیو بازیه، بیا دیگه. آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه، بودو بودو آلترناتیو بازیه، نمونی ها. آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه. حالا همه بازی بعد از اون قیام بی‌نظیر دی شروع شد. واژه آلترناتیو هی توی گوگل جستجو شد. از جسدهای سیاسی تا عروسک‌های کوکی واسه آینده ایران میکشیدن هی کروکی. مثل قارچ یک شبه همه جا سبز شد، پر شده. آلترناتیو بازیه، بودو بودو آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه. الغرض بازار اینجا جنس جلی تا بخواهی. اپوزیسیون های فیک و راه حلای فکاهی. پیشنهادم این رنگ جورا با فیروزه ایشه. با روبان های سفید رنگ بزنیم تیشه به ریشه. وای چه رسمی. آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه. اینه دیگه. این بره بازار حراج چکمه و نعلین و گیوه. ارتجا با طعم میوه این همه جور آلترناتیوه. نسخه جذب بسیج و تسلیت هی به سپاه. یک گذار بی هزینه رو به سمت پادشاه و مرد شور شیخ و شاه. آلترناتیو بازیه، کاری کیه؟ آخه چرا؟ که چی بشه؟ که آقا خوشش میآید. اصلاحات چیهای دیروز گوشه این بازار لمیدن. تحت عنوان برانداز به نظام سرویس میدن. فاست فود آلترناتیو هفته به هفته خفنناک. تو بی بی سی یا من و تو یا توی سایت های واواک. کاسه لیسن آلترناتیو بازیه، سلسله جنبونش کیه؟ آلترناتیو بازیه، نمونی ها. آلترناتیو بازیه. این گله جنبونش کیه؟ آلترناتیو بازیه. حالا همه اون یکی میگه 1 میلیون باس یه روز جمشن تو میدون. شاد و شنگول ساعت 6 میشه آزاد کل ایرون. بابا جون تو اختناقیم این خیالا خیلی خامه. راه حلی که سرابه منشأش خود نظامه. قشر خاکستری کو. آلترناتیو بازیه، نمونی ها. آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه. بیا دیگه. ولی میره کنار کفی که روی آبه. شورش و خیزش تنها جوابه. هر چیزی جز این پوچه و پوچه. بس که به جنگی کوچه به کوچه. باید بشکنی پشت سپاهو. اینجوری میتونی واکنی راهو. تابش کاخ ولایت ویران. ارتش آزادی میخواد ایران. ارتش آزادی میخواد ایران. خامنه‌ای با آوردن آخوند رئیسی قصد داشت نظامش رو یک دست کنه و خودش رو مسلط و در اوج اقتدار جلوه بده. اما امروز می‌بینیم که تقریباً جایی در نظام باقی نمونده که درگیر بحران نباشه. از جنگ و دعواهای سران به اصطلاح سه قوه تا جلسه خامنه‌ای با بسیجی‌ها که در خبر تو خبرم دیدیم. حالا یک نمونه دیگه از جنگ و دعواهای درونی تو نظام رو با هم ببینیم که سر از تلویزیون خامنه‌ای درآورده. ایشون باز دوباره ارجاع دادند به گفتند که من فقیه نیستم، بنابراین ارجاع دادند به امام و آقای خامنه‌ای و اینا. خب در مورد چی؟ در مورد اقتصاد اسلامی. حالا مسئلتون سوال، آقای خامنه‌ای، امام خمینی مگه اقتصاددانن؟
چرا باید ما دیدگاه اقتصادی اونا رو قبول کنیم اگر اهل علمیم؟ اونا مگه اقتصاددانن؟ ما راجع به فقه، راجع به فقاهت نمیتونیم حرف بزنیم. بله، ببینید که کار به کجا رسیده که اقتصاددان‌های حکومتی در تلویزیون خامنه‌ای اینطوری نسخه‌های اقتصادی خمینی و خامنه‌ای رو زیر علامت سوال میبرن. در هر حال الان 40 ساله که اقتصاد ایران در دست همین آخوندهای چپاولگر هستش که هیچ چیزی از اقتصاد سرشون نمیشه و امام ملعونشون هم گفته بود اقتصاد مال خره. قطعه طنزی آماده پخش است که درباره سایر نسخه ها و طرح و برنامه‌های خامنه‌ای برای مقابله با دشمنان نظامه. دشمنان بدانند که همانطور که آنها برای ما برنامه دارند ما هم برنامه داریم. امروز میخوایم از برنامه هامون رونمایی کنیم. طیب الله کل برنامه هاتکم. با سلام به بنیانگذار صنعت مسموم سازی، یعنی امام قاتل و مقام عظمای شیمیایی، بنده سرتشک پاسدار سلامی سمپاش هستم و گازهای برآمده از حلقوم ناقص عظما رو میپراکنم. نظام ما ولاییه تو کار شیمیاییه، نظام ما ولاییه تو کار شیمیاییه. پسر اون شیلنگو باز کن، گازو بپاش بپاش. با سلام به امام ماستخور و مقام عظمای لبنیات گاو عظمای نظام، بنده بسیجی ماستپاش هستم و با دوغ ولایت از ارزش‌های نظام حفاظت میکنم. دشمنان بدانند که کاخ سفید رو تبدیل به ماست بندی خواهیم کرد. هم ماست و هم پنیریم، آروم نمیگیریم. بله. با سلام به امام اومیکرون ها و کرونای ولایت، بنده حجت الاسلام ویروس پاش هستم. در راستای فرامین عظما برای مقابله با اغتشاشات با فناوری کرونا پاش به جای کرونایا از نظام ولایت پاسداری میکنم. وای اگر خامنه‌ای حکم کرونا دهد، آسترازنکا نتواند که جوابم دهد. آفرین آفرین، طیب الله کل به پاش هاتکم. بنده هم عظمای آشولاش هستم. زور بیخود نزنید، اینقدر هم نمیخواد پاشیده شید. با این وضعیتی که ما توش گرفتار شدیم، امام هم اگر بیاد اینجا پاشیده بشه دردی از نظام دوا نمیشه. اجالتا اغتشاشو بچسبید که بد جوری اسباب ریخت و پاش ما رو فراهم کرده. و السلام علیکم، پاشین بریم تا نپاشیدی. از اونجایی که بخش بعدی برنامه‌مون کامنت هست، اگر موافق باشید با یک کامنت کوتاه به 2 تا عکس بریم به پیشواز کامنت این هفته. عکس بالا که می‌بینین تجهیزاتیه که آخوندها در سطح شهرها به کار بردن تا باهاش از مردم جاسوسی کنن و زندگی مردم رو به اصطلاح رؤیت کنن. عکس پایین هم تجهیزات آخوندها برای رؤیت هلال ماهه. تا جایی که به خودشون و امنیت نظامشون برمیگرده تا دلتون بخواد دانش بنیان میشن، اما وقتی به دجالگری و دین فروشی میرسه سر از شتر سواری و همین مسخره بازی ها در میارن. باقی خبرها و کامنت های اون رو به دوستانمون در بخش کامنت میسپاریم. با گرمترین سلام ها و صمیمانه ترین درودها در خدمت شما هستیم با کامنت این هفته.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز کامنت و امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. بله خب بابک، این همه آخوندها صحبت از دانش بنیان و فناوری و نانو و پایتون و این حرفا میکنن، تا حالا حرفی راجع به هوش مصنوعی نزدن. چه جوریه؟ خبرش هنوز نرسیده بیت؟ نه تو نشنیدی، اختیار داری. اون چنان حرف زدن از این ور هوش مصنوعی و چت جی پی تی رفتن از اون ور در اومدن. ببینیم پس با هم. این فناوری‌های چت جی پی تی که اومده دیگه به این حد میرسه که میتونه خیلی از سوالاتو پاسخ جواب بده، اما سوالات عمومی تا سوالات مربوط به حوزه‌های تخصصی مثل جغرافیا، تاریخ اینها و حتی تا سوالات دینی. یعنی من خودم شخصا رفتم از چت جی پی تی راجع به شب قدر سوال کردم، شب قدر چیز خوبیه یا نه، هستش باور داشته باشیم یا نه. اولین چیزی گفت این یه اعتقاد شخصیه، شما طبق خودتون چرا کنید. مسلمان‌ها اینو تا حدی اعتقاد دارن و سوالات بسیار دقیق. ممنون میشم جنبندی بفرمایید. چشم. شما حساب کنین جناب رئیس جمهور، 80 میلیون غلام که دست پرورده گوگل و آمازون و مایکروسافت تا چند سال آینده توی دست جامعه ایرانیه که اینها مونس و امین و همدم و معتمد تک تک ایرانی‌ها بشن. چه اتفاق عظیمی که ممکن تو کشور رخ بده. 80 میلیون غلام. من شک ندارم اینا اگه آخونده هر کدوم از بدبختی‌هاشون رو به چت جی پی تی بدن یا کلا قفل میکنه یا اینکه شروع میکنه مسخره کردن. نه جمع میکنه بساطشو میگه با هم هوش طبیعی. اما تنها چیزی که اولین چیزی که من سر این کلیپ بگم، تنها جایی مونده بود که آخوندا با ادبیات لومپن و لومپن مآبانای خودشون لجمال نکنن، همین هوش مصنوعی بود که اینم کردن. اما یه نکته بگم سر کاربری هوش مصنوعی. درسته که هوش مصنوعیه ولی یه درصدی کار استفاده ازش هوش طبیعی میخواد که نزد آخوندا و پامنبریاش و مزدوراشون یافت نشود. برای چون آخوندا در راستای اقتصاد مقاومتی مخ و مغزشون آکبند گرفتن، آکبندم تحویل میدن. حد اکثر صرفه‌جویی حد اکثر اقتصاد مقاومتیه دیگه. تنها جایی که کامل اقتصاد مقاومتی رعایت میشه استفاده از مغزه. یه مدت بود که این اصلاحاتی‌ها و ریزشی‌های نظام و اینا مدام هی نق می‌زدن که آی رفراندوم بذاریم، همه پرسی بذاریم سر فلان موضوع سر، که اخیراً خامنه‌ای از اومد ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده بکنه. دقیقاً خامنه‌ای اومد آب پاکی ریخت دست همشون، گفت آقا رفراندوم بی رفراندوم، اصلا صحبت این حرفا رو نداریم و اصلا مردم قدرت تحلیل مسائل رو ندارن. ببینیم با هم. دیگه از برادرها گفت رفراندوم. اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش می آمد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ بله اینم از مردم سالاری ولایی که خامنه‌ای ازش دم میزد. اصلا مردم دیگه قدرت تحلیل مسئله مگه دارن اصلا؟ ببین از نظر خامنه‌ای، یعنی این معدود یکی از معدود جمله‌هایی که خامنه‌ای حقیقت رو گفته. از نظر خامنه‌ای اصلا مردم چیکارن که تحلیل کنن؟ اصلا مردم چیکارن که فکر کنن؟ اصلا از نظر خامنه‌ای مردم نباید فکر کنن. تازه مگه سر همین اصلاحاتی‌های نظام آخوند شیاد خاتمی نگفته بود که ولایت فقیه اراده منتسب به وحیه؟ دیگه چه جای رفراندوم همه پرسی میمونه؟ راستش من یاد اون جمله معروف ناصرالدین شاه میافتم که هر روز تو آینه کاخ خودش میدید میگفت انصافا همه چیزمون به همه چیزمون میاد. اینا نظام همه چیزش به همه چیزش میاد. رفراندوم همین که خامنه‌ای گفت. ببین از نظر خامنه‌ای مردم همون گاوگوساله‌های بسیجی هستن که میان دور و برش میشینن. همون امت همیشه در صحنه. امت همیشه در صحنه. ساندیس خورا. با ساندیس جمعشون میکنه. رأی هم همون عربده‌های اوناست. مهمترین کاری هم که در عرصه سیاسی دارن اینه که سر کله هم دیگه مثل میمون بپرن چفیه خامنه‌ای رو بگیرن، که البته این پیشرفته، چون قبلا آب دهن خامنه‌ای رو میگرفتن، الان چون کرونا اومده بهداشت رو رعایت میکنن، چیز کم آلوده تری رو میگیرن. چی بدم؟ به کدومتون بدم جویه؟ خب رسیدیم به بخش قطار سری و سیر پیشرفت آیتم همیشگی اقتصادی، دستمونم پره سرش همیشه، که بابک این بار باید بگم که به جاهای خوبی رسیده. برای اولین بار قرار شده یه چیزی به مردم بدن. احسن. ببینیم با هم. چی بوده که یه بار آخونده دست به جیب شدن؟ دولت من به نظرم باید اعتماد مردم رو جلب کنه.
شما اعتماد مردم رو جلب کردید، یه اعلام بکنید بگی آقا هر کسی که در خانهش ارز داره بیاره بده، من در مقابلش ریال میدم به او و این ریاله در واقع ثباتی خواهد داشت. دیدی بابک؟ بله. میگه ریالو به مردم بدیم، ارزو جمع کنیم، ریالو به مردم بدیم. کدوم ریال؟ مگه ریالی اصلا دست مردم مونده؟ عظما که با دانش بنیانش ریالو تبدیل به پهن کرد. دلار هم اگه باشه دست مردم نیست، تو جیب آقازاده ها و پاسداراست. این چی هم که از پیشرفت گفتی پوچ در اومد، یعنی فیک بود. نمیشه حسابش نه کرد به عنوان فیک بود پیشرفت. پیشرفت میخوای الان این عکسو ببین که این نمود پیشرفت قطار رئیسیه. نگاه کنیم این عکسو. این سبزعلی رضاییه که همون صحنه معروفشه که بله فقط من اول یه توضیح بدم. هر جا این عکس این پاسدار سبزعلی رضایی رو می‌بینیم ما باید تو قسم و آیه بخونیم که بحثمون جدیه، چون هزل و ابتذال در این پاسدار نهادینه شده. اینجا سال 92 اینم میدونی که دکترای اقتصاد با تز پول و اسکناسه. سکان، ستون، محور اقتصاد رژیم محسوب میشه. این تو این عکس یه دونه سال 92 یه اسکناس 1000 تومانی دستشه که اون موقع ستاش میشد $1. سال 1400 همین کاراکتر باز یه دونه اسکناس 1000 تومانی دستشه که این بار 23 تاش میشه $1. سال 1402 باز همین آدم با یه اسکناس 1000 تومانی میاد که این دفعه 50 تاش میشه $1. این پیشرفت نیست؟ یه کشور بگو که در عرض یه سال اسکناسه همون اسکناسه. اصلا شاهکار مثل شعبده بازو هستیم. شاهکار قضیه همینه، بدون که اسکناسه تکون بخوره ارزش برابریش میره بالا. یعنی ببین یه کشور بگو که در عرض یه سال ارزش پول ملیش نصف شده باشه، این پیشرفت نیست چیه؟ تو پیشرفت همش اونوری میبینی، خب سری پیشرفت هم اینوریه دیگه. بله. خب بابک اون برگ قبلی ما رو که رد کردی گفتی فیک و این، حالا نظرت راجع به این یکی چیه؟ نوشته اطلاعات رسیده نشان میدهد که قیمت قبر هم 150% گران شده. راستش آدم وقتی تحت حاکمیت آخوندا زندگی میکنه مجبوره به مشکلات آخرتش هم فکر کنه. یعنی هم تو این دنیا با بدبختی کلنجار میره، وقتی هم که تازه از این دنیا میره مشکلاتش و چالشاش روبرو میشه. آخه همه دنیا گورستان اسمش آرامستانه دیگه، آدم میره اونجا آرامش داشته، از نحوست وجود آخوندا تازه اونجا مشکلات و چالش‌ها شروع میشه. 150%. خیلیه دیگه. حالا من یه سوال دارم، اگه یکی اومد پول قبر نداشت، پول عوارض بعد از مرگ که آخوندا میگیرن نداشت، چیکار باید بکنه؟ دیگه اینو باید بره از اون 150 اون 80 میلیون غلام بپرسه دیگه تو هوش مصنوعی. ولی واقعا آخوندا تو تاکتیک رو دست ندارن. تنها راه خروجی رو اومدن بستن عوارض میگیرن. دیگه یه راه خروجی بود، گفتیم اونجا بری دیگه میری تو آرامش. اونجا هم بستن از عوارض. همونم ازت دریغ کرد. بابا یه 2-3 تا غذای لاکچری نام ببر. لاکچری منظور لوکسه؟ آره دیگه، مثلا غذای گرون قیمته. من غذای لاکچری نخوردم. من ماکسیمم لاکچری ترین غذایی که خوردم اشکناس لاکچری محسوب میشه. خب من اونو خوردم. ولی اینجوری که تو با حرارت میگی منظورت اشکنه نیست، کباب فیله و بوقلمون شکمپوره. نه اینا رو من تا حالا نه، اینا که قدیمی شده، اینا که قبلا لاکچری بود. الان چی لاکچری؟ الان کله پاچه خودمون یک غذای لاکچری به حساب میاد. بفرمایید کله پاچه یک دست 700,000 تومان. فقط مهران این به گوش گوسفندا نرسه، چون اگه بفهمن کله پاچه‌شون انقدر ارزش داره خودشون بیزینس می‌ذارن، طباخی راه میندازن دیگه، نمیذارن آدم‌ها بیان کله پاچه‌شون رو بسپرن. من تازه فهمیدم که این مسئله چه تأثیری تو رژیم داشته. این کلیپو نگاه کن. بله. تو مسابقه گاو جایزه دادن. خب تو از خودت الان گفتی چیزی که کله پاشش 700,000 تومانه چیزی کم ارزشه، بیا مدال طلا بدن، چه ارزشی داره؟ اصلا این نشون میده که چقدر جایگاه داره این حیوان. تازه اگرم گاو نداشته باشن عین داروخونه‌ها که میرید دارو اصلی نداره مشابه میدن، یه چیزی مشابه گاو میدن، مثل گاو میش، مثلا علم الهدا رو میان تحویلت میدن. گفتی علم الهدا،
خوب این خبر رو هم با هم ببینیم. جدیدترین ادعاش پدرزن رئیسی جلاد و امام جمعه خامنه‌ای گفته در جوانی پیس تئاتر می نوشتم. عجب فرمونی گرفته. اون همه فتاوی سرکوبگرانه سر حجاب و لغو کنسرت و فیلترینگ تلگرام یه دفعه در اومد که پیس می نوشته. حالا تازه من فهمیدم چرا خمینی از فیلم گاو، فقط هم اون پرسوناژ گاوش خوشش میاد. گفت همه فیلم‌ها کنار، من فقط از این گاو خوشم. احتمالاً این پیس های این گاو میشه میخونده که اونقدر به شخصیت گاو علاقه‌مند شده. والا حالا من پیس و این حرفا رو نمیدونم، اما از حق نگذریم تو جمعه بازار ولایت هر هفته کمدی استندآپ های خوبی اجرا میکنه. همون پیس های دوران جوونیش اجرا میکنه. واقعا این مارمولک بازی آخونده تمومی نداره. کرایه تاکسی رو میخوان 60% گرون کنن. حالا ببین چه داستانی راه انداختن. میگه اگر که مسیر شیبدار باشه 10% اضافه میشه به کرایه، اگر ترافیک باشه 25%، اگر آب و هوا نامساعد باشه 15%. یعنی تو میخوای سوار تاکسی بشی باید توضیح المسائل دستت بگیره، ورق بزنی ببین الان تو چه شرایطی هستی. تازه تو همه‌شو نگفتی، اضافه وزن هم هست. اگه در حینی که تو تاکسی نشستی تو مبدا وزن چیزی بود، تو مقصد وزن اضافه شد با پول بدی. بعد اگه بدشانسی بیاری تو تاکسی نشستی هم وزن اضافه بشه، هم بارون بیاد، هم شیب داشته باشه، واویلاس غافلگیر میشی. خالی شده جیب. حالا یه موقع نگاه می‌کنی می‌بینی شیب رفتی پول تاکسی اضافه میشه نداری، باید پیاده شی بگی من بعد از شیب سوار میشم، یا بگی تو رو خدا یه جایی برو سرازیری که این شیبو خنثی کنه، یا اینکه اصلا از اول یعنی تو اون سربالایی یه پولی دادی بگی یه سرپایینی پیدا کنی که حساب بی حساب، یا اصلا از اول باید مسیر تو طوری طراحی کنی که همش سرازیری باشه، سربالایی نباشه. ببین آخونده میخوان کاری کنن که مردم بگن آقا تاکسی نخواستیم سوار شتر بشن. برگردیم به 14 قرن پیش. حالا من خلاصه کنم، الان تو میخوای بری سوار تاکسی بشی انگار میخوای موشک شلیک کنی، باید همه عوامل بالستیک رو حساب کنی تا سوار تاکسی بشی، اینقدر پیچیده شده. حالا من یه جوکی بگم سر این، میگن که یه هواپیمای مسافر اضافه داشت، بعد گفتن یک نفر صدا کردن گفتن یه سوال ازت میکنیم، سوال جواب ندی میندازیمت پایین تا هواپیما متعادل بشه. بعد یه جمله چینی گفتن ترجمه کن. گفت آقا یه دفعه بگو ما نمیخوام بندازی پایین دیگه، این چه سوال مسخره. خب بگو یه دفعه میخوام غارت کنیم جیبتون، یا 60% میخوام 60% فلان، بگو آقا میخوام غارت کنیم. بسیار خوب، رسیدیم به بخش پایانی و کامنت یک جمله‌ای. ببینیم با هم این تصویر رو. اول راجع به تولد این حقیر اصلا قابل اعتنا نیست، حادثه بسیار کم اهمیت و کوچکی است. و یه جمله ببین اول مقدمه بگم، این هم از اون معدود جمله‌هایی بود که خامنه‌ای راست گفت، از دستش در رفت. مثل اون جمله‌ای بود که می‌کردنش تو خم درانش بیارن بکنن ولی فقیه، میگفت به حال اون ملتی باید خونگریست که من ولی فقیه باشم. این جمله هم مثل اون راست میگه. اصلاً حادثه، چون که متولد نشد، تولدش حادثه بوده، حادثه تولد چنین موجودی مهم نیست، ولی مرگش تا دلت بخواد مهمه، همه رو خوشحال میکنه. مرگ خودشو نظامش، هر شب و هر روز میبینی مردم میگن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای. آقا قرار بود یه جمله بگی یا یه پاراگراف گفتی، این کامنت یه جمله چی شد؟ من قبل از خداحافظی یه جمله میگم، ببین تاریخ تولدت هیچ مهم نیست، ولی تاریخ مرگت و نظامت همه مردم ایران خوشحال میکنه. خدا نگهدار. عالی، خدا نگهدار همه شما. بنویس کت خدا تناب دار دارد، ریس ریس تناب دار را دوست دارد. کت خدا تناب دار با کدام ته می باشندی؟ ای خاک بر سرت از دست تو. وای کت خدا، وای کت خدا، بیچاره شدیم، اهالی ول نمی کنندی، دوباره همه جا مرگ بر کت خدا شعار می دهندی. پس این همه گاز چه شدندی؟ گاز که تحریمی باشندی. حرف مفت نزن، آن گاز را میگویم. آن گاز را که فرستادیم سوراباد و لبناباد و بغداباد. ریس ریس تا آخر مرا خفه میکنندی بابا، آن گاز دیگر را میگویم. کت خدا جان،
ما که صبح تا شب در کوچه های فینیتو میچرخیم و گاز به معروف و پاچه از منکر از اهالی میگیرمندی ولی کارساز نیستندی. آن گاز را نمیگویم، این گاز را هم نمیگویم، آن گاز را میگویم که به مکتب خانه دختران میزدیم. آن چه شد پس؟ آهان کت خدا زودتر بگویید، شما که میدانید من از مخ تعطیل میباشندی. آن گاز را چند وقت از که نزدیم، آخر خودتان گفتی جنایت است و عاملانش باید دستگیر بشوندی. ریس ریس خریت محض توی، اصلا مستریه خر بودن توی. بابا من آن حرف را جلوی دوربین زدم، بعد تو گاز زدن را شل کردی. برو گاز را بزن که این شعار مرگ بر کت خدا از سرشان بیرون برود، مشغول گاز بشوندی. ای مردک سمپاش، آمده ای بچه های ما را مسموم همی کنی؟ مسموم نه، بدحال. الان آنچنان تو و کت خدایت را بدحال بکنیم که در تواریخ بنویسندی. بگیر که اومد، بگیر پدر سوخته. کت خدا دستت رو همی شده، اهالی جلو پلاس از را جمع خواهند کردندی. کارگاه تولید دروغ، فیلمای ژانر کشک و دوغ، سریالای سفارشی، برنامه های جایشی، پاچه خاری کاسلیسی، هر شب تو بخش 20 کارشناسای علکی، دکترای چسبونکی. توف بریشت بالا تیوی، آشغال لایو و آرشیوی، گندار و مال میکشی، بریشتو میکشی ماتیش. زالوزار سلبریتی، نمایشای در پیتی، آیتمای سرمایشی، خنده های فرمایشی، سانسور با دست و پای باز، قیچی موسیقی و ساز، کمدین های عبوس، مجریای چندش بلوز. توف بریشت بالا تیوی، آشغال لایو و آرشیوی، گندار و مال میکشی، بریشتو میکشی ماتیش. میدونی چرا؟ یه 40 توپ، یه 40 شیطون بلا بریم. الان دارم. یا اگه میدونی این دیگه نمیاد دیگه جلو. کار دارن میکنن. اخبار فیک و تأخیری، شوهای اعترافگیری، از این دکور به اون دکور، آموزش قتل و ترور، گزارش از توطئه‌جات به سبک آمن سادات، مجریای شکنجه‌گر، مهمونای ضد بشر. توف بریشت بالا تیوی، آشغال لایو و آرشیوی، گندار و مال میکشی، بریشتو میکشی ماتیش. بینندگان عزیز، امیدواریم که پیک شادی این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم سهم کوچکی در آوردن خنده به لبها و شادی به دلهای شما داشته باشیم. اوقاتی سرشار از موفقیت رو براتون آرزو می‌کنیم و امیدواریم هفته‌ای که پیش رو دارید هفته‌ای پر از پیروزی و پیشرفت در مسیر آزادی باشه. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. همیشه بخند و غصه رو ببر از دلا، دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانم